کجا؟ خیلی خوب. شاید الان دارید با خودتون فکر میکنید که صالح چی شد کارت چرا به اینجا کشید؟ نزدیک بود یه اسب دستتو از جا بکنه. به نظرم بیاید اصلا بهش فکر نکنیم و فقط ویدیو رو ببینیم. سلام هاپو رنگی بیا. نه بابا مگه مرض داره دستمو بگیره؟ یه سگا تو تهران نیستن برش غذا مزا میزنی ولی ببین در هر صورت سگه. ولی در صورت سگه. خیلی از آدما حتی سگم نیستن. دوستان ما وارد شدیم، برای ورود باید از یه تونلی عریض بگذاریم. چه بویی، چه عطری. به 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 به. خب سلام بچه‌ها. سلام علیرضا، چطوری؟ داداش دلم برات تنگ شده بود. سلام نوید، چطوری عزیزم؟ بیا داداش، نوش جونت عزیزم. پیشی بیا یه لیست بزن. یالا گاز که نمیگیره؟ نه بیا برام بخور دستمو. میفته. آره دیگه این دو تا از رفیقای من بودن. شیرشو نمیشه بخوریم؟ نگاه بگی ممه داره. بردن تو زیرش بپاشه رود. چی؟ گرمه مثلا. چه رگاش زده بیرون، میبینی؟ سایزشون که میره بالا. سایزش میره بالا اونجوری میشه. سلام امیر، دورت بگردم. بیا بخور. بیا به به بخور دیگه. بیا نیست بود ساله از زمینش جبره. بله خوراک اصلیشه. چی؟ چقدر زبونش سفته. مثل سنباته میمونه. آفرین دقیقا. بابا اونه ساله. اون یه دونه رفیقم وقتی زبونش اینقدر. چه اتفاقی داره اون پشت مگه میفته؟ اشاره میکنه. چی شد؟ ندیدم ولی حس کردم اتفاقی افتاد. یه گوساله با یه گوساله دیگه بازی کرد. دکتر بازی کرد. ترسیدم. دستت چیز میشه، پوس میشه. آره زبر خیلی. اردکر نگاه کن بازاره. از انینه تغذیه میکنه و تخم میذاره. تخمشو میخوری. بعد یه دقیقه تخمشو میخورید بعد؟ آره. این چیه؟ داشت ارگانیک اصلی که میگن اینه. اون یه دونه رفیقم که سرش زندگی بقیه است. چرا اینقدر خلط دارن؟ توضیح بده. سال این گوساله ها که دندون نرن خوبه. انگوشت رو میذاری دهنش بگه. حاجی خیلی ترسناک گفتی. ترسیدم. تست کردی یا معلومه راضی بودی از گوساله هایی که دندون در رنگ بردن. دندون دارن خیلی ریزه، فشار نمیدن. میان غیر قابل قبول. من مبتلا به بیماری سادیسمم. سلام.
ولی اسب وای اه اتاق من مادر داداش چرا سر به سرم میذاره نه اینجوری میکنه نه بیا زنبال. بیا 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 ببینتت. چی داداش چه بد رم کردی کارا چیه من تو ردت هر چند دقیقه با گود بای گود گرم یا امام زمان داداش دور سرت بگردم یا دور چشت بگی بوی 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 یا عقب فرز من دیگه میام عقب بوی یه پسر میفهمه میترسی ها. بوی ترس رو حس میکنه آره بیا پاچه اینا گوسالن اینا چند تا از دوستای دیگه من اینا دوست نداشتن معرفی بشن بیا یا اول فرز بیا بیا ساله اون خیلی سرسرمون نذار. اون دوتا بچه کوچولو تو مهمونی های فامیلی بیا 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 دیگه از من میترسن آقا آنوس گفتی پسرته؟ میگم شبیته چی شد؟ چه آروم شد؟ چقدر اینقدر دووندیمش عرق کرد داغ کرده بدنش دستتو نزدم میله به کجا؟ صحیح